خیمه‌های بیجا شدگان از نوار غزه در بین ویرانه‌های اردوگاه خان یونس پر از موش و حشرات شده است. هنگام خواب انگشتان کودکان را می‌گزند، اشیاءها را می‌خوایند و بیماری پهن می‌کنند. افزایش موش و حشرات در حالی است که تعداد زیاد از 2 میلیون ساکن غزه که در جنگ بی‌خانمان شدند در خیمه و کنار راه و بام خانه‌های نیمه ویرانه یا در میان خرابه‌ها زندگی می‌کنند. بنابر محدودیت‌های گذاشته اسرائیل، داروهای ضد حشرات و دام برای موش‌ها کم یافت شده است. حالیه ابو سلمی حالا در این خیمه زندگی دارد. پیشتر نیز هر گونه حشرات خرد بود، ولی ما آنها را در خانه هایمان نمی دیدیم. مقامات محلی برای حل این مشکلات و مبارزه با موش و خاموشک و دیگر نوع حشرات ما را با موادهای زهرآگین تامین می کردند. اما حالا ما حیرانیم که آنها در پهلوی ما زندگی می کنند. این واقعا دشوار است، ما این را دیگر تحمل کردن نمی توانیم. اسرائیل محدودیت‌ها در غزه را به نگرانی‌های امنیتی ربط می‌دهد. معمولاً واردات مال‌های را به غزه محدود می‌کنند که به گفته اسرائیل می‌توانند برای هدف‌های نظامی هم استفاده شوند. اسد صادق رهبر شعبه بیماری‌های پوست بیمارخانه ناصر است. او برای ترز گفت که جمع شدن پرتاب حشرات زیان آور را زیاد کرده است که آدمان را می‌گزند و بیماری‌های سرایتی برمی‌انگیزند. به قول پزشک، بنابر محدودیت‌هایی که اسرائیل در آوردن کمک‌های بشری جاری کرده است، در نوار غزه دارو برای تبابت بیماری‌های پوست کمیاب شده است. از زمان آتشبس بین اسرائیل و حماس در ماه اکتبر عذاب فلسطینیان در نوار غزه رفع نشد. سیستم آبرسانی و بهداشتی اینجا را اسرائیل ویران کرد. آوردن کمک‌های بشری را هم محدود ساخت. سیاب لکن سخنگوی حکومت خان یونس است. به گفته او بنابر آسیب دیدن زیربنیادها، شهر به پرتابگاه اساسی خود دسترسی ندارد و در نتیجه پرتاب‌ها در میان اقامتگاه پناهجویان جمع می‌شوند. به تخمین او در اطراف خیمه‌ها در خان یونس بیش از 450,000 تن پرتاب جمع شده است. نماینده منطقوی سازمان جهانی تندرستی خبر داد که از اول امسال در نوار غزه 17,000 مورد سرایت بیماری‌های ثبت شده است که برانگیزنده آنها حشرات و دیگر جانداران خرد بودند.